یک قرصک بلند نزن برای دهی که نه این باور که این طبیعت زیبا را میبینی، این برف هم میبینی، این خرسندی خلق هم میبینی. ترانه ای که عین حال در تمام جا تعیین انداز گشته ایستاده است، چه اینستاگرام میدروی چه فیسبوک میدروی. برادرها یک قرصک شما برادرها هیچی سود از منی های دو سه روزه. یک قرصک بزنیم جهانگیر رستم بزم ما را گلگون شکفان میگردانم. مرحبا. گناهی ما ثوابی ما نماند هیچ که پرسیش. نمیدونی کجا رفته زی دال نیکنم بلیج نیکنم دال نیده هیچی بلیج نیدم هیچی. Европа. بازم سلام و درودی به پایام با کل هموطنان. امروز ما در خدی بالجوان معرکه داریم، توی داریم. این حال ما در دنقره میینه دنقره در قرار دارم. داریم میشنیم با حضور چق کنیم. بیرون برف. انا همه برادری که ما رو توی دا بگیم زکاس کده دعوت کده نو در اینترنت دیدم 6 سال پیش ما رو دعوت کدگی بود. 6 سال پیش انا می خونه که حاج رفتیم با رفتیم. بعد زنگ زدم گفتم حافظات کیه؟ حافظات مقصد معرکه که مرا زنگ زد که اکا بیا. هیچ نگفته کارتم دا پول پارت افتاد بیا. گفتم خیلی خوب مایل آخه میره میشه گپ نی. من گفتم که حافظات کیه؟ گفت حافظام همه حافظه کی همه وقتا بود. همین گپ گفت ما یک همون سال خیلی که جای میرفتیم کم کم هم خیلی بناور میگرفتیم در سایت های پیشمون میپرفتیم دیدم 6 سال پیش گفته است. اکنون نمیدونم کدامی چیزی کدامی روزا 6 سال پیش گفته است. بعد اسکچات کردم اینو برای شما میمونم. مگه رادیو چما نه نواز رادیو. اینجا کوههای لوکان. Европа. Yanna. یک کانال هم حقونه دیگه. افغانستان یوری. حافظاش همه آدمایی که قدیما بودن. اگه یک تاش در امریکا قبیلی سید خل در امریکا یو انا جهانگیر رستم باز نمیخونه کو برادرها چی سود از منی های دو سه روزه نه این دنیا نه اون دنیا. انا جهانگیر رستم دادر عزیزی ما و یک جای میریم هم معرکه ده انشالله که ای خدایم خرسندی بیتیم هم روز و ماه و سال شدیدیم. با چی دیگر هم میگم پیش هم معرکه یک برادر شعر گفتنی برادر داریم. سال 2001 زنش دادیم اومدیم تویشده برآمد کردیم گروه عربشان نو تشکیلیم حال یکم جدا برآمد هم کردگی نمیدیم توی همون برادر در رفتیم برآمد کردیم همین گروه عربشمون. نمیدونم سالای چند بده 5-6 سال پس زنگ زد که وقتا وای میشید خدمتوی هم میشید بیاین بچه ما خدمتوی میکنم. برفتیم توی خدمتوی بچه گذروندیم. سال 2022 رفتیم بچه زن دادیم. این عمر هم خیلی تیز میگذره که درک نمیوی. یک جای میریم بالجوان رو تماشا دیدن میکنیم در این برف ها کوچیک پای. در حقیقت میگه عمر باد است گذران. عمر یک شمال باره میگذره. اینو ببینید 6 سال گذشته اینم موندم صورتا. 6 سال گذشته خیال میکنیم که همین 6 ماه گذشته باشه. 6-7 سال گذشته اینا باشه. قریب 7 سال میشه. نگاه کنین خیال کردم که 6-7 ماه گذشته گی. باور کنین در به قدر عمر عزیزتون به قدر عمر شیرینتون برسیم برادر. شناخته از نگاری سرشناس دستمورا جان انکترش دون جوان درآمد. ای زنده باش استاد عزیزم سربلند باش. تشکر زیاد. دست اول همه مهمانا را خوش آمدید میگیم مخصوصا از نام دوست عزیزم کرام جان همه مهمانا را خوش آمدید میگم. و ما
نان و نمک یک خاندان باری اول نیست که خورده است باشه. باری چندم باری انا در این خاندان خرسندی ما میایم خرسندی میکنیم. شبچه دادر عزیزم خرسندید مبارک باشه. یک خرسک بلند میزنیم برای شاه و ملیکه. زنده باشند. شریف بک دوست عزیزم در آینده در توی فرزندان هم خیش و تباران حق همسایگان هم سرجم بیایم و خوشی و خرسندی کنیم. میگم ای جوره جان من جانانه مبارک باد، همراه به حیاتی تو هم خانه مبارک باد. گلغنچه خندان را از باغ به تو دادن، این جان جوانت را جانانه مبارک باد. تکرار به تکرار خرسندید مبارک باشد دوست عزیزم. اینده و سربلند باشه. البته اینجا نگاه میکنیم خیش و تبارا حق همسایه ای خودی رهی دور و رهی قریب اومدن یگان گزدری را تلخش نکفی دوخی نیشه بی و کتلو دا. این فیض و برکت دیدی در توی خود دی برف بی سفیدی را بی این دل پاک بودنش نمیایی دا. دل کی سفید باشه همه خیلی برف برکت های، برف کورپای زمین های، باران فیض زمین های. نه که من تمام کورک نمیدونم چی باشه. توکلی هم تمام کورک با خدا همین تومان نباشد شروع رفت آمدن میگیریم. همین کوتاه آمده است بودم که همین کوتاه هم خیلی نه برو اومدم که ماشین اون هم خیلی چی شوفر من نگاه کردم تلخش کفیده گفتم فرو عقب بشیم. خودم سر رو داشتم یا بالا کردم همین با تبریکات همین دوست عزیزم کرام جان و همین شعبچه بیایم گفتیم یک قرصه که بلند برای کرام جان میزنیم. کرام جان دوست عزیزی ما که سالای زیاد ما کرام جان خاطر نان و نمخریم بلند باشید. انا که نگاه کردم در این طرف مادرای عزیز ای مادرها سر کنم ای گل دخترای عزیز سر کنم این طرف ای دادرکو سر کنم این نگاه قاشونو بزنن از این میستان اومده نگاه سپارتیکوشونو بیواندم کوشونو به یک تاشونو بزنن. دادرکو عزیز فقط بخونین با همه زبان‌ها حرف بزنین. خیتایی را یاد بگیرین، نمیسی را یاد بگیرین، انگلیسی را یاد بگیرین. با تمام زبان‌ها حرف بزنین که آینده جمعیت ما در دست شما است. فهمیدین؟ اقلا بدون کم پیش لباساتون چی نوشتگی؟ این همین خیلی دادرکو میاتا اینم خیلی لباسا پوشیده کاتگی کدر رفته است. خوندم نوشتگی که این واندم که برای زنکای حامله دار انا دادرکم پوشیده کاتگی کدر گشته برای انا میخوالی هر کار هر خیلی لباسو هر کار شیدنش ممکنه عصر 21 دقیقه برای هم که احتیاط باشین. همینجا چی نام داره دهی کهنه با فکر ما دهی کهنه یعنی که قشلاق قدیم ترین یک قرصه که بلند نزن برای دهی کهنه. این باور که این طبیعت زیبا را میبینی، این برف را میبینی، این خرسندی خلق را میبینی حلاوت میبری. سرجم رقص و بازی میکنیم، خوشی و خرسندی میکنیم، غم و اندوهی دل ایدل بیرون میکنیم، سیاهی دل ایدل بیرون میکنیم. این سرجمی مبارک باشه. انا دادرکای عزیزم خواهرکای عزیزم دادرجان خواهرجانکو انا که سنه دفشیدید سنه را کشوده میکنیم. شاهنشاه تخت زرین از آن شما به حضور نشینین در تخت زرین. البته در اینجا هنرمندان زیاد به زیاد سرجم آمدن برای ما و شما هنرنمایی میکنن. البته با دعوت کرام جان دوست عزیزی ما یک هنرمند جوان هنرمند نوتکرار 7 سال پیش در همین خاندان ما یک جای تو یک زرانده بودیم. ما 7 سال پیش در توی کرام جان آمدگی بودیم با همراهی دوست عزیزمان یک دوست عزیزمان قابل جان میگه ما در خود امریکا او رفت امریکا رفت. انا دوست عزیزمان در اینجا جهانگیری رستم یک خرسه که بلند بزنیم برای جهانگیر جان جهانگیری رستم. البته با ترانه ای که عینی حال در تمام جا تعیین انداز گشته ایستاده است، چه اینستاگرام میدروی چه فیسبوک میدروی. برادرها یک قرصک شما برادرها هیچی سود از منی های دو سه روزه نه این دنیا ها نه اون دنیا. دوستی عزیزم مرحمت انمی 7 سال پیش بیاد بیارو انمی خاندان انمی دیهده انم که خرسندی کده بودیم. خوش آمدید. یک قرصک بزنیم جهانگیری رستم بزم ما را گلگون شکفان میگردانم. مرحبا. زنده باشید. یک بار دیگر از نام خود از نام علی سند از نام کرام جان تاکی شما اسم میخونیم برای شما یا سود برای برادران میخونیم بعد رقص بزنیم. برام از خدا برای شما مستقیم باشید. خوشی همه
دوستان عزیز زیرا تومان میگن این خیلی اگر پلاسه باشه خشرو میره و اینه دیده این تومان مالی با اکی جاش سوزه خشرو دیده استی مالی با خیلی پیشتر میریم اگر پلاسه نباشه تمام دیگر رسم میکنی میمونی میستی اینا توکل بخدا نمیدونی که جو رفته استی دیگه این هم خیلی رفتن میگیره تومان میگم تومان قدرت خدا نمیدونی کجا رفته زی دال نیکنم بلیج نیکنم دال نیده هیچی بلیج نیدم هیچی توکل به خدا رفتن میگیری اپای